یه بیماری خیلی شایع و بسیار زیادی که دیده میشه روده تحریک پذیر، سندروم روده تحریک پذیر یا IBS. همراه من باشید. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر و شاد. در سندروم روده تحریک پذیر یا IBS علائمی مثل دردهای شکمی، ورم و نفخ معده، یبوست و اسهال دیده میشه. علت اصلی این اتفاق اینه که افراد بیشتر دچار شوک‌های عصبی، تنش‌ها و اتفاقات ناگوار شدن و بعد از اون سیستم عصبی روده به مشکل خورده. روده در لایه داخلیش یه ماهیچه‌ای داره که به صورت خودکار انقباض و انبساط داره و با حرکات کرمی شکل و دودی شکل مواد غذایی که داره دفع میشه از معده تا مقعد این کارش رو انجام میده. ولی اگر این انقباض یا انبساط به صورت ناهماهنگی انجام بشه اتفاقات ناگواری میفته. مثلا اگه بیش از حد تند اتفاق بیفته این حرکت باعث ایجاد ورم و نفخ میشه و اگه خیلی آهسته باشه فرد دچار یبوست‌های شدید میشه. در این افراد معمولا اتفاقی که میفته استرس، افسردگی بسیار زیاد دیده. در افرادی که دچار استرس، شوک، تنش و همچنین خانم‌های باردار به دلیل به هم خوردن هورمون‌ها این علائم و این بیماری بسیار دیده میشه. بهتره که این افراد این مواد غذایی رو از برنامه غذاییشون حذف کنن، مثل شیر و لبنیات، آرد، مثل حبوبات، الکل، دخانیات، نوشیدنی‌های کافئین‌دار مثل قهوه و انرژیزاها. بهترین حالت درمان برای این افراد استفاده از برنامه غذایی اصولی و درمان ریشه‌ای و اصولیه، چون اگه سندروم روده تحریک پذیر درمان نشه به مرور زمان تبدیل به تنبلی روده یا زخم روده. اگر شما هم دچار این مشکلات و این بیماری هستین کلمه درمان رو زیر همین ویدیو برای من کامنت بذارید. لطفاً این ویدیو بسیار مهم رو برای دوستان و عزیزانتون هم ارسال کنید.